سوال اول، لقب حبیب الله مربوط به کدام پیامبر است؟ حضرت محمد. سوال دوم، پیامبر اسلام کدام فتح را بدون جنگ و درگیری انجام داد؟ فتح مکه. سوال سوم، کدام شخصیت اسلامی بود که شیطان با دیدنش راه خود را تغییر میداد؟ این سوال رو شما جواب بدید. اگر تا اینجا برایتان مفید بود، لایک و فالو را بزنید. برویم سراغ سوال بعدی. سوال چهارم. کدام پیامبر در کودکی به نبوت رسید؟ حضرت عیسی. چند سوال را درست حدس زدی؟ کامنت کن.